اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایمان در سیاست خود همیشه مکتوب معروف را در مد اول میگذارند و نتیجه همین توجه غمخوار است که امروز ساحه مکتوب معروف در جمهوری عزیز ما رشد میکند و امروز در تالار کاخ فرهنگ با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر روز آموزگار جشن گرفته می شود. به همین مناسبت اینجا آموزگاران از مسائل تعلیم شهر دیهات پنجکین دعوت شدند و ما تهیه‌گران این گزارش بار دیگر آموزگاران شهرمند شهر دیهات پنجکین را با روز آموزگار یعنی با عید کسبیشان تبریک و تهنیت میگیم و حالا به گزارش ما از چهاربینای ادانه بخشیده به روز آموزگار توجه نمایید. بهترین و زیباترین بنای شهر باستانی پنجکین کاخ فرهنگ بخشیده به روز آموزگار به اختیار معارفچیان شهر دیهات پنجکین واگذار شده بود و البته همین توجه همین غمخواری بود که اهل معارف با روحیه ادانه با افتخار از پیشی نجیب آموزگاری و دستگیری از سیاسی معارف پرورانه پرزیدنت کشور محترم امام رحمان اینجا می آمدند و می آمدند. قبل از آغاز چهاربینی اندیشه و تمنیات چند نفر را علاقمند به روز آموزگار روی نوار آوردیم. من عبدالله شفقت عثمانوی دکان فاکولته طبیعت شناسی و تربیت جسمانی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین میباشم. من از خیلی که میبینید امروز روز معلمان است و من در این قصر فرهنگ که ایدی معلمان رو میگذرانند من تمام آموزگاران شهر پنجکین ناحیه تمام جمهوری تاجیکستان را با این روز استادان یعنی آموزگاران تبریک نموده به همه آنها سربلندی و سلامتی خواهانم. من آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 بوئلی و مهرانگیز امروز سرفراز از آن هستم که در تالار کاخ فرهنگ شهر پنجکین جشن آموزگاران با یک شکوه و شهامتی به اندازه تجلیل گردیده ایستاده است و من تمامی همکسبان خود را با این روزی عید کسبیشان تبریک و مبارکباد نموده و جواباً به این غمخواری پیشوای ملت وعده می‌دهم که در پیشرفت تعلیم و تربیت ما استادان سهم باسزای خود را می‌گذاریم. من یولداش غیب‌الله و 97 مکتب direktori qishloq vahdat. Men bugungi o'qituvchilar kuni bilan shahar mana shu nohiyamizdagi o'qituvchilarni, hamkasblarni bugungi bayram bilan tabriklayman. Ularning ishlariga rivoj, oyanda kelgusida mana shu o'quvchilarni tarbiyalashga, bundan ham o'z hissalarini qo'shishini yetuk bir insonlar bu yetishiga ko'mak bersin. من عبودова مقدم امینovna رئیس کمیسیه حوزوی انتخاباتی پنجکینسی اوید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشم. امروز در کاخ فرهنگ شهر پنجکین عید آموزگاران گذشته ایستاده است. من از فرصت استفاده برده از نام کمیسیه حوزوی پنجکینسی کل آموزگاران شهر و دهات پنجکین را به روز آموزگار تبریک و مبارکباد گفته و اینها پیش از همه صحت سلامتی خواهانم و باوری کامل دارم که تمام آموزگاران شهر و دهات پنجکین در معرکه سیاسی یعنی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالانه اشتراک نموده این معرکه را در سطح بلند میگذرانند. نصرالدینова رعنا هستم. خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 دهه ساری جماعت دهات ماغیان غالب آزمون ولایتی فروغ صبح دانایی در سال 2020 گرنده استیپندی پرزیدنتی در سال روان. سراول کل آموزگاران عزیزم را از مکتب دبستانم رقم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 بخشیده به روز آموزگار تبریک و مبارکباد گفته برای کل آنان بهر دستگیری و زحمت‌هایشان در راه رشد و کمال خویشتن سپاسگزاری و تمنیات بهترین خودم را ابراز می‌دارم. همزمان با این روز مبارک و سعید کل آموزگاران زحمت‌قرین و مسئولیت پیشه پنجکینتی باستانی را تبریک و مبارکباد گفته خواهان آنم که شاگردانی که آنها خواه در جاده علم، ادبیات، تکنیک، فرهنگ، صنعت آماده می‌کنند در آینده نه تنها معرفی‌گر ولایت و شهر در جمهوری بلکه معرفی‌گر تاجیکستانی صاحب استقلال و صاحب فرهنگ و صاحب تمدن در عرصه
بین‌الخلقی باشند. مکسیم گورکی میگوید که جنگی که استادان ما رو میکنند بهر آماده سازی پخته‌تری توشه معرفت ما، بهر آینده نوربار و پل از گل معرفت است. پس دوستان عزیز بیایید به قدر آموزگار و والدین برسیم تا در راه سعادت آینده خیش پر از گلچین و پربار و پرمعرفت بگردیم. بار دیگر کلی آموزگاران مهنتکارین پنجکنچی باستانی را با این روزی پرسعید و مبارکباد میگویم. من بسیار خرسند هستم که امروز در عید آموزگاران حضور دارم و به افتخار این جشن ما یک بینای زمانوی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 72 را بهره برداری نمودیم و مورد استفاده قرار دارد و ما ساختمانچیان وعده میدیم که برای آموزگاران همه وقت کمک رسانیم و باز مکتب های زمانوی خیلی محتشم را به اینها تحفه نماییم. همه استادان را با روز عیدشان صمیمانه از نام خودم و ساختمانچیان تبریک میگویم. هنوز در دقیقه اول در تالار کلان کاخ فرهنگ محیط مهر به استاد، احترام به این شخصیت توسط پارچه‌های شعری احساس می‌گردید. می‌خواهم یک شعر در وصف آموزگار قرائت نمایم. تشکر بر تو بادا استادم، من از غمخوریت بسیار شدم. تو را یک عمر خواهم کرد تعظیم که بر من داده ای از صدق تعلیم. به نام تو بود این مهرنامه، کند عمر تو چون دریا ادامه. اولا منتداری خود را به استاد عزیزم با خان و مهینه یحیی و موجوده با مولای و زرینه و استاد بزرگ گرامی قدر اسماعیل ظریفی میرسانم که با دستگیری آنها من به چنین قله‌های بلند سرفراز گردیدم در دور ولایتی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی اشتراک ورزیدن و به دور جمهوری را خط گرفتن. به شما وعده میدهم که در دور جمهوری نام پنجکنت عزیزم، نام زادگاه رودکی را بلند بردارم و با سر بلند به وطن خود برگردم. یک شعر در وصف پیشوای معظم ملت ایجاد نموده‌ام، میخواهم آن را قرائت نمایم. ای ابرمردی جسور و پهلوان، قهرمانی تاجیکستانی جوان، زندگی را کرده شیرین بهر خلق. ای پدرجان عزیز و مهربان، صاحب پایان بهر تاجیکان، پیشنهاد کرده از مغز جان. قسمتی ویرانه تاجیک را خوب و آباد کرده ای تا این زمان. آل سامان را گریاد آوریم، پیشوا رحمانی را شاد آوریم. آبرو و اعتبار در بین خلق سرزمین تاجیکان را آوریم. میخواهم استاد عزیزم دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 رسول و سلامت را از صمیم دل تبریک نمایم که استاد عزیز در تالار حضور دارند. سلام گویم به پروانه و شعر پاک فرزانه، سلام گوید به شوق و مهر، سلام گوینده رخشانه. کمینه رخشانه ناروا هستم، خواننده صنف هشتمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 به نام عبدالرحمن جامی، غالب دور شهری، ولایتی و جمهوری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. در سال گذشته از روی نامیناسی خواندن و از بر نمودن آثار ادیبان معاصر تاجیک و غالب آزمون مذکور در دور شهری و ولایتی از روی نامیناسی خواندن و از بر نمودن آثار ادیبان کلاسیکی فارس و تاجیک می باشند. اینچنین عضو فعال کتابخانه مرکزی شهر به نام عبید رجب نیز به شمار می روم. می خواهم از صمیم دل تمام آموزگاران مؤسسه کتابخانه مرکزی به نام عبید رجب از جمله دیرکتوران آنها
расул ва саломат ва яҳёи ва мавҷударо ва инчунин тамоми омӯзгорони мамлакатамон низ бо рӯзи омӯзгор табрику таҳният гуфта ин шеъри эҷоднамудаи худро баҳрашон бахшиданиям. омӯзгор идат табрик, ҷашни бузургат табрик, касбат пурмашаққат аст, пур аз меҳру заҳмат аст, илму фазлу донишро меомӯзи ту бар мо, доим ҳасти меҳрубон баҳри мо хонандагон. иштирок ва хубтар аз он табрикоти раис шаҳр шафиён ислом зиёзода бахшида ба рӯзи омӯзгор далели дигari таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ нисбати муаллим ва умуман аҳли маориф буд. муҳтарам омӯзгорон, ҳозирини киромӣ, шуморо аз он мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакен бо оиди касбиятон рӯзи омӯзгор самимона табрику муборакбод намуда ба шумо тавсияту хонаводиро таманно дорам. соҳаи маориф фои муҳимтарин давлатдории миллӣ, عامل تامین کننده رشد و استوار دولت و شرط اساسی پیشرفت جامعه به حساب می رود. بنابراین حکومت جمهوری تاجیکستان همانسای تلاش خود را جهت رشد و انکشاف این ساحه مهم جامعه روان نموده است. اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که ما به ساحه علم و معارف اعتباری اولین درجه داده اصلاحات را در همه زمینه‌های تحصیلات با مرام ادامه می‌دهیم و مشکلات موجوده را دوره به دوره برطرف می‌کنیم. محترم اهل تالار، استادان و آموزگاران مؤسسه تعلیمی شهر پنجکن در اساس دستور سپارش‌ها و وظیفه‌گزاری‌های پیشوای معظم ملت فعالیت شایسته را پیش می‌برند. ما افتخار از آن داریم که سال تحصیل گذشته روند تعلیم و تربیت در همه مؤسسه‌های تعلیمی طبق طلبات کنسپت ملی تعلیم برای مانده یک قطار کامیابی‌ها و دست آورده شدند. از جمله بعضی موضوع تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی سال از سال مستحکم بنای مکتب‌های نو بنیاد و تامین و تجدید می‌شوند. تنها در دوران صاحب استقلالی کشورمان در شهر پنجکن ده‌ها عدد مؤسسه‌های نو تعلیمی و زیاده از صدها عدد سیمخانه‌های علاوه‌ای ساخته به استفاده داده شدند. محترم آموزگاران، طبری به شما معلوم است چند پیش در شهر پنجکن تنتنه‌های دانی جشنی تاریخی ملت 5500 سالگی شهر قدیمی سر است با اشتراک اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان با شکوه و شهامت برگزار گردید. بخشیده به این سین فرخنده در شهر پنجکن یک قطار انشاءات مهم اجتماعی از جمله مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 مورد بهره برداری قرار گرفت. در مکتب مذکور 26 سیمخانه در هر کدام با 24 جای نشست و سیمخانه‌های فنی جایگیر کرده شده است. چنین مؤسسه‌های تعلیمی در آینده نیز در شهر پنجکن در اساس نقشه چهاربینای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قامت راست می‌کند که این از توجه و غمخواری به‌واسطه حکومت مملکت و ساحه معارف و از سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت درک می‌دهد. خدمت شما امیدوارم عزیز در تجدید جشن 5500 سالگی سرد باستانی خیلی نظر است که من اینجا از فرصت مناسب استفاده نموده با شما عرض سپاس می‌نمایم. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن این بعد نیز مسئله بنیاد و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی را در مد نظر قرار داده کوشش می‌نماید که هر اقدام نجیب و شایسته را در این سمت دستگیری نماید. اطمینان کامل دارم که مسئولیت و سهمگذاری شما آموزگاران عزیز و تجلیل جشن بزرگ ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز هم بیشتر می‌گردد و شما برای در سطح بلند سیاسی تجدید نمودن این سنه فرخنده کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرمگردانی را در مکتب خود به راه مانده سطح و صفت تعلیم را در مؤسسه‌های تعلیمی باز هم بالا می‌بردارید. و همه شما استادان و آموزگاران ارجمند برای زحمت‌های بی‌نظیرتان در راه تعلیم و تربیت نسل آینده‌ساز کشور بار دیگر اظهار سپاس نموده روز آموزگار را برایتان مبارکباد می‌گویم. سلامت و سربلند باشید. به همگان معلوم است که بخشیده به تجلیل جشن بزرگ ملت 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی فروغ به دانایی کتاب است اعلام گردیده بود. باعث افتخار است که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و دیهات پنجکن هم در شهری و هم در ولایتی اشتراک فعال نموده صاحب جایهای نمایان گردیدند. مقامات اجرایی حاکم دولت شهر پنجکن
برای غالبیت در دور ولایتی آزمون فروغ سوبدانی کتاب است. با اختیار غالبان، سپاسنامه و توفیق کمیته اجرایی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان در شهر پنجکند را آماده نموده است. سپاسنامه به نام صاحب جان، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18. حسین زاده اسماعیل، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 41. نجمیدین و گلجان، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13. حسن و علایکا، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1. ملاجان و مهراور، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25. نور گلدکی، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34. ناصرین و رانو، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28. نور و رخشانه، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34. و رحمان و دلافزون، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53. سپاسنامه برای خدمت‌های ارزنده در سمت تعلیم و تربیت نسل نو است. سهم پاسداران در اجرای برنامه‌های دولتی، دستورهای موارد، اشتراک فعال در کارهای جمعیتی با سپاسنامه مخصوص و سرفراز می‌شوند. جبار و صاحبه، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه رقم 34. منور و سیف‌الله، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه رقم 40. ارگش و پولاد، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 16. تیلویف نجمیدین، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه رقم 14. نوریدین و بلالدین، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه رقم 63. بابای یزدان، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 82. خودیر و فتیدین، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 60. خودیر و مجان، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 41. بیگم نبی، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 90. کریم و منیجا، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11. پیر صابر، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 89. عزیزنور نوریدین، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 80. سیونوف سلیم، مدیر شعبه معارف. از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند و عبدالله شوکت، دکان فاکولته طبیعت شناسی و تربیت جسمانی دانشکده. عثمان خوشبخت، رئیس اتفاق کسبی دانشکده آموزگاری در شهر پنجکند. انصار و مطربه، معاون دکان فاکولته غایبانی دانشکده آموزگاری در شهر پنجکند. پیریموف محسن، مدیر بخش جوانان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. زیابیدین و زیدالدین، سردار شعبه فاصلوی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. عزیز و قابلجان، مدیر مرکز بقیتگیری دانشجویان کالج تکنولوژی و اینواسیون در شهر پنجکند. بعدی فضلجان، مدیر اتاق اینفرماتیک کالج تکنولوژی و اینواسیون در شهر پنجکند. عالم قهرمان، دکان فاکولته تکنولوژی اینواسیونی اخبارات و کمونیکاسیون زمانوی کالج تکنولوژی و اینواسیون در شهر پنجکند. شورای ارکین، جانشین لیدر اوید و کارهای تربیت. عثمانوف ظریف جان، مدیر شعبه تعلیمی کالج تکنولوژی و اینواسیون در شهر پنجکند. از کالج طبی شهر، فخری و بشارت، آموزگار کالج طبی شهر پنجکند. صابر و زیوران، آموزگار کالج طبی شهر پنجکند. لطیف و گلچهره، آموزگار کالج طبی شهر پنجکند. حسون و سرایا، آموزگار کالج طبی شهر. از کالج آموزگاری شهر، خلیل و عبدالجبار، آموزگار کالج طبی کالج آموزگاری شهر پنجکند. خلیل و عبدالجبار.
артист валиҷон омӯзгори коллеҷи омӯзгори шаҳри панҷакен. аз литсеи касби техникӣ бадев соҳиб омӯзгори литсеи касби техникии шаҳр. Хӯшбаҳмадов Дилшода омӯзгори литсеи касби техникии шаҳри панҷакен. аз мактаби варзишии шаҳр ҳасанов саъдулло мураббӣ оид ба бештарин тарзи озод. давлон бахтиёр мураббӣ бозори варзиши ҷумҳури Торкистон оид ба унифай. бобоев одил мураббӣ оид ба футбол. ҳасанов зоир мураббӣ оид ба бештарин тарзи озод. ва бақоев абдулло мураббии босуди варзиши ҷумҳури Торкистон оид ба вазнбардорӣ. ҳамзамон бо сипосномаи раёсати муорифи вилояти суд сарфароз гардонда шуданд қосиму мақсудо наҷмиддинов нуриддин мушовири шӯъбаи муорифи шаҳр. кеҷаев рустам мушовири шӯъбаи муорифи шаҳр. шомонова алесия мушовири шӯъбаи муорифи шаҳр. ҳозирини муҳтарам, ман аз ҳамин фурсати муносиб истифода бурда як-ду чиза ба маълумоти шумо расонам. Мана рӯзҳои ба шумор бар то рӯзи интихоботи президенти мамлакат ки вобастагии калон дорад аз шумоҳо. Тамоми ҳамин аъзои комиссия ҳамин 136 участкае ки дорем, асосан ки ани мо 100% дар мактабҳо ҷойгир шудааст. ҳамин шабу рӯз бояд ки мо ҳушёр бошем. ман бисёр мехостам ки барои дар сатҳи баланд гузарондани ҳамин чорабинӣ ин ки 100% вобастагӣ дорад омӯзгорони меҳрибони мо, муҳтарами мо, барои ҳамин ман ҳамин фурсата истифода бурда барои ки мо хел дигар ҷавонотам карда наметавонем. мана як ҳафта дигар вақт мондааст. бисёр мехостам ки дар сатҳи баланд гузарад. ман дар охир боз як бор дигар аз номи мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри панҷакен, шумо омӯзгорони муҳтарам, тамоми омӯзгорони шаҳри доҳати панҷакенро бо иди касбиятон табрик мекунам. барои шумо саломат. мо таҳиягарони ин барнома Язнуқул Мавлонов, Хаём Ҷураев, Исмоил Холов ва Шоҳисайн Солиф бор дигар устодони азизи шаҳри диҳоти Панҷакенро бо рӯзи омӯзгор табрику таҳният гуфта бароишон тамоми хушҳои зиндагиро таманно дорем ва бор дигар таъкид мекунем ки воқеан ҳам бе устод, бе муаллим ин ҷомеа пешрафт дошта наметавонад ва беҳуда ҳам гуфтанд ки поии давлат намонад бе маорифи устувор, давлати пойдор хоҳӣ рӯй бар мактаб биёр. бор дигар рӯзи омӯзгор муборак бошад устодони азизу арҷманд.